خالد شفیعی، پرتاب توپ داخل محوطه جریمه، فرصت برای تراکتورسازی. مدافعان پرتعداد توپو برمیگردونند. ابراهیمی ضربه راه دور، گل برای تراکتورسازی. ابراهیمی گلزنی میکنه در دقیقه 87 دیدار و خوشحالی بی حد و حصر هواداران حاضر در ورزشگاه و محمد ابراهیمی در شرایطی که تراکتورسازی در این لحظات فشار حملاتش زیاد شده بود. تراکتورسازی به گل میرسه و خوشحالیم که امروز بیشتر روی زیبایی های هواداران حاضر در ورزشگاه زوم شد. جمعیتی که کم کم ورزشگاه ترک کرده بودند حالا با سرعت خودشون رو به داخل ورزشگاه میرسونند. محمد ابراهیمی و خوشحالی او که با هواداران حاضر در ورزشگاه تقسیم میشه. هوادارانی که تا این دقیقه فقط مشغول تشویق تیم خودشون بودند. با هم ببینیم تیزهوشی و شوت فنی و زیبای محمد ابراهیمی رو دور از دستان سید مهدی رحمتی و این هم خوشحالی طرفداران و زیبایی هایی که روشون زوم میشه تا طرفداران تشویق بشن.